ما از همه کسایی که امروز از هر یک گفتی همون محمد انصاری از تک تک شما من می‌نت دارم که شما واقعا آماده هستین که درباره ما ایستاد شید. ما از همتون می‌نت‌داری و تشکر میکنم و از اون مادرها و خواهرایی که امروز صدای ما را میشنوید. تا امروز یک مادر یک خواهر با صدای خودش ما مهم نیست که شما چهره هاتون رو نشان بدید. یک مادر یک خواهر بگیرین، شما هم در راه انقلاب شما هم تأثیر کلان دارین. شما میتونین که شما در بتین صورت پلیده. امروز فرزندای شما خستگیان، امروز دادرای شما، اکاهای شما امروز جانشون قربان میکنن به خاطر شما. امروز شما هم حق دارین که از مادرها و از خواهرها و از شما غریبین. شما فکر نکنین باز بیشتر عذاب در سر خود شما میآید. اگر که شوهرتون از وطن بی وطن میشود باز مشکلات عموما در سر خود شما میآید. مسئول اساسی در بالای فرزندتون خود شما میشین. امروز هر کدام شما از وطن بیرونین، هر یک تای شما در خارج کشورین و ناراضین از حکومت، شما هم حق دارین که بگیرین این چهره پلیده بگیرین در بتین. کنیسیدو چرا چوب کنین در بتین که ما قبول نداریم. ما اینمی مادرای تاجیک اینا چند سال شده است در بداریم. چی به یک مادر تاجیک نمیبینیم؟ وطن تنها وطن مردها نیست. در او وطن فردا هر یک تا شما اگر که ما حکومت بگیریم از دست ظالما، فردا هر یک تا شما دادوای کدام میدوین میگن که شما وطن گرفتین، اینا ما حقمون پایمال شده گیه. امروز شما برای همون وطن شما آماده باشین که قربان کنین جانتون. ما در این آخر یک قصه میکنم از بالای زنی که به خاطر مقدساتش چقدر جانش قربان کردگی است. زن 4 فرزند داره. یکی از زنهای مسلمان وقتی که حرکت میکنه یک لشکری مسلمانو به خاطر فتح کردن یک منطقه که در اونجا مسلمانو ظلم میشوند، وقتی که میبینه که مردم حرکت دارن یک گله اسب لشکری مسلمانو در سفرن، فرزند کلامش میگیره میگه که بچم اسب بگی حرکت قتل مسلمانو برن. بالاخره میره و از اون طرف وقتی که میجنگن از اون طرف اسب اولا خالی میارن. اسب که خالی میارن خالی میبینه فرزند شهید شدگی است. روز دیگر هم همین کار میشه. باز فرزند دوم میشه، باز بالاخره فرزند سوم میشه، باز فرزند چهارم میشه. در همین 4 بار 4 فرزند سه از دستش میتیه. بالاخره میبینه دیگر چیزی نمونده است و در یک پاکت دفعه پنجم میبینن که لشکری مسلمانو باز حرکت داره. در یک پاکت یک چیز میگیره و در اون نامه نوشته میکنه به همون یکی از همون سربازا میتیه، میگه ایره برین به همون کماندانتون برسونه. میگن از یک مادر مسلمان است. وقتی که در همون معرکه که پیش از معرکه سر میشه اونمو خط برای همون میتین در نامه نوشتگی است که ما یکی از مادر مسلمان ها هستم و ما برای خاطر پیروزی مسلمان ها ما 4 فرزند ما قربان کردم، اما متاسفانه دیگر فرزند نداشتم و دیگر من خودم تنها بودم، یک زن مادر دیگر راهی نداشتم و خداوند همین قدر برای ما چیزی زیادی نداشتم که ما برای شما روان کنم. فقط ما دیدم که پروردگار برای ما موهی زیاد دادگی بود. همین موه ما قیچی کردم و از موه هم قمچین تیار کردم. همین موه هم گرفتم کاکل سخت بافتم قمچین تیار کردم برای خاطری که اگر خدای نخواسته که در وقت جنگ قمچین اسب از دست بغلطه همون اسب به همین موی ما بزن که بدود که ما در همون معرکت ما شرکت کردگی باشیم، ثواب همون را ما بگیرم. این شجاعت زنها را ببینید. در وقت جهاد افغانستان وقتی که مردم می جنگیدن بر روسیه می جنگیدن، مردمی که می رفتن در یگیپت در سعودی عربیه در اونجا دعوت میکردن به خاطر پیروزی مسلمانا. و خدا قسم است که من استادای داشتم که در این باره قصه میکردن. دیگه روزایی بود که دعوت میرفتین زنهای مسلمانا سپیچکهاشون و گوشواراشون همه چلاشون میآوردن میپرسیدن که اینا را بگیرین برین بفروشین پول کنین که برین مسلمانا پیروز شوند. مقصد من این است که شما گوشواراتون بیارین به ما را بکنین. مقصد من این است که اونم شما شجاعت داشته باشین، نه اینکه فقط تنها مرد شجاع بشه. زن هم در مابین مسلمان ها زنهای پیدا شدگی است که اونها شجاع بده.
عمار ابن یاسر مادرش ببینید، سمیه اولین شهیده که در اسلام زن بوده. زنها هم رول مهم بازی میکنند. بیاین در این کانال برآمد کنین، صحبت کنین. شما هم حق دارین در او وطن. شما هم خداوند میپرسه که شما هم آدم بدین، شما هم مسلمان بدین، شما هم از حقتون دفاع میکنید. امروز با همیجا در این کانال ما راستی از امروز روزای اول تا به این روزا بغیر از چند همیجا آدمای محدود، زنها دیگر کسی نمونده است. روزای بود که ما الهیده از خودمون کانال زن داشتیم، اما امروز زنهای ما یک کانال میکشن در اونجا فقط تو چیکار کردی؟ امروز من آش کردم، فقط سمبوسه میکنی، فقط ایتا میکنی. امروز شما هم در خطرین، برای فراموش نکنید. شما هم در خطرین. کو یک انسان که قلباً تخصص، یک انسان که متخصص در دلسوزی باشه، تنها فقط به زبان دلتون نسوزه، قلبت قطعی دلت بسوزه. اشکی که از چشمت میریزه او از داخل قلب امر شوه. امروز کنی و مادرها بیاین شما شجاعتتون پیدا کنین. شما هم سهم، هر کسی که میگه صدای زن در اینجا درست نیست، ما در اینجا خیلی قانون نداریم که صدای زن درست نیست. ما در اینجا صدای زن آزاد است. وقتی که تو درد خودت میگوی، وقتی که تو در اینجا آشکارانه در مقابل ظالم گپ میزنی، اینا مطمئن باشین که شما 100% حق دارین. هر کسی که شما را میگه که آواز زن حرامه و بد میکنه، قرآن کریم به این صورتی که مردم به این نمود فکر میکنن آواز زن حرام نیست. آواز زن در حالت حرام است که در او کشیش باشه، در او بناز گپ زنه، در او انسان شهوتش زیاد کنه، در او حالت آواز زن حرامه. اما در یک زن میدروه به گریه گپ میزنه که ای پدر نلتی کثیف، ما مادرها در به در شدیم، یک جای حرامی داره. من طرفدارم که زنها شما ببرین شما صحبت کنید. الله همه شما را نگهدار باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر اون سخنمان اگر بالا و پس شدگی باشه، کسی را رنجانده باشه، از همه شما معذرت میخواهیم. آخرم انسان هستیم، خطاکار هستیم.